سلام عزیزان، امروز 27/2 تعداد تخمای بوقلمون حدوداً 40 خورده شدن. نوبت جابجا کردنشونه و یک هواخوری و یک رطوبت خیلی کمی و همشون میدیم با اسپری و روی لامپا نریزین که میترکن. یک رطوبت خیلی کم. که اگر رطوبتشون کم باشه جبران بشه. یادتون باشه روزی 3 بار 4 بار تخما رو هی برمیگردونین که به حالت طبیعی مادر انجام بشه. روز به روز داریم میریم جلو تا ببینیم این دستگاه چقدر جواب میده. بیشتر تخما رو که نطفه سنجی هم کردم بیشترشون گرفته، ولی این برق رفتن ها یک کمکی ما رو داره اذیت میکنه. هفته 2-3 بار میره. دعا کنین که ببینیم این دستگاه جوابگو هست یا نه. شبتون بخیر.